و منزلت و فضیلت این عبادت بزرگ، این ستون دین در قرآن کریم، در کتاب جاویدان الهی. نماز جامعه همه عبادات است. در نماز ذکر الله سبحانه و تعالی است. در نماز حج است، روزه است، زکات است. در نماز تزکیه نفس است. الله سبحانه و تعالی نماز را بر همه مسلمانان فرض قرار داده است. با موضوع نماز در قرآن در خدمت حضرت مولانا عبدالسلام عابد هستیم. جناب مولانا خوش آمدید. جزاکم الله خیر. الله شما را حفظ بکنه. موضوع نماز یکی از موضوعات مهمی است که یکی از علائم مسلمان هاست. یقینا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. رب زدنی علما. استاد عزیز، همونطور که شما فرمودین، اسلام از خود شعائر دارد، از خود یک سلسله علامات دارد که باعث مسلمان شناخته میشه. درست. بنابراین نماز از جمله شعیره دینی است، شعیره اسلامی است. و جالب همی است که از آدم علیه السلام که شروع کنیم تا با ختم مرتبت علیه السلام همگی نماز داشتن. خب درست است که شاید از نظر زمان و از نظر روشش فرق میکنه، ولی ده همه ادیان بوده، ده همه ادیان. در اسلام هم وقتی که رسول علیه السلام اما در غار حرا وقتی که میرد و تحنس میکرد، طبیعی است که بعضی از علما میگه به شیوه ابراهیمی نماز میخواند. و در حقیقت نماز به معنای دعا است، به معنای نیایش است. شما میبینیم که یک کلمه رو وقتی که میگیریم از نظر لغت بحث میکنیم، با از نظر اصطلاحش بحث میکنیم. با اصطلاح رو تقسیم میکنیم به اصطلاح لغوی، اصطلاح شرعی، اصطلاح عرفی، اصطلاح فنی. گاهی اصطلاح شرعی چنان غلبه میکند که اصطلاح لغوی ولو که در بطن خود جایش دارد ولی او از ذهن فراموش میشه. اینان وقتی که میگن صلات یا نماز، درست است که معنای دعا و نیایش در اوجا است، ولی میریم به طرف اما هیئت مخصوصه ای که تکبیر شروع می شود و به سلام ختم می شود و او ذهن ما جمع می شود. نماز بعد از توحید رکن دوم در شریعت اسلام است و چنان مهم است که اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین اونا می گفتن که ما با گناه های دیگه که یک مسلمان او را انجام میداد از دایره اسلام او را بیرون شده فکر نمی کردیم، مگر کسی که نماز نمی خوان باور ما بود که دیگه مسلمان است. عقیده به این بود. از این خاطر جمهور علما هم به این باور است که احادیث صریحی که در این باب وجود داره میگه در حقیقت نفری که نماز را بدون کدام وجه ترک میکنه، میگه به او چی بنا داری؟ آب است، فرصت است، مانع نیست و نفر نماز نمیخونه. پس این حدیث که الفرق بین مشرکین چی است؟ نماز. و فمن ترکها فقط کفر. کسی که نماز ترک در حقیقت کافر می شود. و به این تعبیر ما اهمیت را او وقت درک میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که وحی برش می شود و تحنس را در حقیقت میگذارد و سر مسئولیت هایش می اندیشد و این آیت برش متوجه می شد که وانظر عشیرتک الاقربین، بعد برش دستور می شود که فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. استاد این کارا آسان نبود، بسیار سخت، بسیار زیاد سخت بود. پس بنان یک جای باید اتکا می بود که به اوجا هم معنویتش را
در حقیقت تبارز میداد و هم انس میگرفت و هم وحشت و سختی که در بیرون میدید امو را کنار میزد. این سختی های ادامه داشت حکمت الهی بود. خب نماز به عنوان یک فریضه لازم نبود. نماز بود، عبادت بود، اما هیئتی که شریعت خدا میخواست تا هنوز او تثبیت نشده. بعد میبینیم که دشمنای اسلام و قریش چنان ظالمانه برخورد کردند که پیغمبر علیه السلام را در شهر ابوطالب در اوجا محاصرهش کرد و رابط به اصلاح امروز میگم تعزیرات سرش وضع کرد. محاصره همه جانبه کرد. هیچ کس نه از پیش چیز میخرید و نه میگذاشت که ناصرش چیز را بفروشد و نه ازدواج نه رفت آمد هیچ همه چیز را قطع کرد. همه چیز را قطع کرد و سخت‌ترین حالت هم بود. بعد در این حالت میبینیم که کسی که زیاد حامی پیامبر علیه السلام بود، کاکایش بود ابوطالب، او هم وفات میکنه. درست. همسرش که یقینا همه امت مرهون از او است. و ما وقتی که در رابطه با شخصیت حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها آدم فکر میکنم تو محرمش که خدایا یک زنی عجیب مؤمنه ای که مال خود را وقف دعوت میکنه، زندگی خود را وقف دعوت میکنه، همه چیز را میدهد. مونس و همدم پیامبر. سبحان الله، سبحان الله. وقتی که در بیرون سختی میدید پیامبر خانه می آمد چنان برخورد امرایش میکرد، چنان برخورد امرایش میکرد که او سختی ها را فراموش میکرد. اما تو یک انسان را هم از دست میده. از این خاطر میگه عام الحزن، عامه که در اونجا هر نوع سختی بر مسلمان آمده بود و سال جگرخونی بود. در اما تو یک وقت نماز فرض می شود و غیر شکل مأنوسش به این عنوان که همه احکام در زمین می آید. خداوند متعال جبرئیل امین را میگه که بخوان بر مسلمانان یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بس بخوان و بخوان همه. در باب نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم را فرا میخواند. ولله المثل الاعلی. ولی تصویری طور است که یگان بار پاچاها و بزرگا متحد المعال مکتوبا را نوشته میکنه و میرود، هر کس به جای خود میگه. یگان بار گپ بسیار مهم باشه هم ولی را و هم نماینده خود فرا میکنه و خودش به دست خودش برش میگه که این اجراات کن. یا خود پادشاه در یک مناسبت خاص در یک جلسه خاص اعلان میکنه. حالا ببینید که نماز چیزی یک عبادتی بود که الله متعال در طول یمی سالها ولو که دعوت بود، قرآن نازل می شد، همه چیز بود، این را به تأخیر انداخت در وقتی که اما تو یک فشار بر پیامبر ما علیه السلام نیاز داشت. در همچون یک حالت این را می خواند به طرف خودش: سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. سبحان الله. این عجیب است. نشانی های قدرت خدا را مشاهده میکنه، میرود آسمان ها انبیا را ملاقات میکنه، میره دوزخ میره، حالات عجیب و غریبی است. بعد وقتی که مشرف میشه به قرب الهی در اونجا باز برش میگه که به خاطر که پا به جا ببانی، به خاطر که همه چیز را سرش افتتاح بکنی، خوشیت را سر شروع بکنی، غمت از خود دور بکنی و اطمینان را پیدا بکنی، ارتباطت مستحکم و همیشه دوامدار بوده باشه، هدیه ما برای شما نماز است. 50 نماز را خداوند متعال بر رسول علیه السلام لازم میکنه. هنگامی که دستور را میگیره پایین میشه، حضرت موسی علیه السلام را ملاقات میگه: پروردگار چی برات داد؟ گفت نماز. چند رکعت؟ 50. گفت بسیار زیاد است. نمیتونی. امت توان از این نداره. برو یک دفعه بگو که خدایا امتم توان از این نداره. الله متعال برش کم میکنه. باز که میگه نه نشد، باز برو. چند بار رویش میکنه، آخر در 5 که میرسد باز میگه که دیگه ما حیایم میگیره که از این پایینش بیار. حضرت موسی علیه السلام شله بود که دیگه هم کم کن.
سبحان الله. باز الله متعال میگه که این 5 در بدل 50 است. 5 نماز خوانی گویا 50 نماز خوانی، زیرا حکم تغییر نمیخوره، همین ثواب رو تو جزا میده. استاد نماز وقتی که فرض می شود، بعد 3 بار جبرئیل امین علیه السلام و رسول علیه السلام هم اوقاتش برش نشان میده، هم هیئتش برش نشان میده. هر دوش. الله. در اول وقت میاد نماز برش میخونه، چگونگی رکوع، قیام، سجده، قعده، همه. بعد در اخیر میاد، اخیر وقت باز برش نماز میده، باز در وسط وقت باز میگه که این در مابین وقت بهترین وقت است که اگر ما ادایش بکنیم. این تعبیر هم برش میکنه. وقتی که رسول علیه السلام نماز را که پوره میگیره، این را باز چی میکنه؟ برای مسلمان ها هم عرضه میکنه و در اوجا این نماز در آیات متعدد از قرآن کریم از این بعد باز میبینیم که به اشکال مختلف میپیچد. مثلا یک جا میفهم فاقیموا الصلاة، نماز را برپا دارید. فاقیموا الصلاة، بدون چون و چرا نماز را برپا دارید. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، زیرا نماز در حقیقت بر مسلمان ها در وقت محدد و معلومش لازم شده است و فرض گردانده شده است. بنان اون وقتی که خدا بر تعیین کرده اون وقت نماز بخوان. از این خاطر است که از این آیت ما استنباط میکنیم که ولو که در بعض اوقات جمع صلاتین وجود داره، ولی شما چی بکنید؟ نماز را در وقتش بخونید. ان الصلاة کانت اگر مانعی نباشه. بله، علی المؤمن کتاب موقوت، چرا حکم هم تو واضح است. بعد در سوره مبارکه روم آیه 21 خداوند متعال یک تعبیر دیگه به ما میده، میگه به خدا رو بیارید، منیبین الیه، به سوی پروردگار رو بیارین، و تقو، و خاص از او بترسید، و اقیم الصلاة، به خاطر که انابت داشته باشی و به تقوا برسی، و اقیم الصلاة، نماز را برپا داری. یعنی عجیب یک تعبیر دیجا میکنه، انابت به سوی الله بکنید. انابت چی را میگه استاد؟ انابت ایره میگه که یعنی شما نعمتهای خدا را پیش رویتان یک بگذارید، بعد بیاندیش که این نعمتهای الهی را که تو استفاده میکنی و در وجودت و در بیرون وجودت خود را تبارز میبخشد. در مقابل از این نعمتها چی کردی؟ یک تشکر خلازم است، یک سپاس خلازم است. از این خاطر میگه که و اقیم الصلاة، امین نماز در حقیقت تشکر از چی است؟ از نعمتهای خداوند متعال است. دو، واتقوه، از الله بترسید، مخالفت امرش را نکنید. اگر میخوای که از خدا بترسی، و اقیم الصلاة، نماز را برپا دارید، ولا تکون من المشرکین، یعنی به ترک نماز خود را از جمله مشرکان قرار ندهید. مشرک چی میکنه؟ نماد از توحید که نماز است او را نمیکنه. مشرک ترک نماز میکنه، تو خود مشرک نیستی، بنان به ای باید رو بیاری. بعد میگه نماز خود میخوانی، باید بخوانی، ولی چی رقم؟ و اقیم الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین، نماز را بخوانید، زکات را بدهید و رکوع کنید و رکوع کنندگان. یعنی یک طرف نماز میخوانی، ای خو در بین تو و در بین پروردگارت رابطه است، در پهلوی از او بعد اجتماعی نماز را نباید فراموش کنید. از این خاطر و ارکعوا مع الراکعین، با جماعت بخوان. خب پس اتو گفتم میتونم که نماز وسیله ارتباط انسان با خودش است، با خدایش است و با مخلوق است. هر سه چیز در اینجا وجود داره. اگر خواسته باشی که با خودت ارتباط خوب داشته باشی، به نماز استاده شو، انابت تو طبیعتا پیدا میشه. و کسی که منیب شد طبیعتا خود را مشناسه که چقدر ضعیف است، چقدر بیچاره است. چرا خود را غوار فکر میکنه؟ چرا متکبر خود فکر میکنه؟ چرا فکر میکنه که تنهایی است؟ منیبین الیه واتقوه. پس وقتی که ما در جماعت ایستاده شویم،
رابطه ما با چی هم جور میشه؟ با مخلوق هم جور میشه. درست. وقتی که ما در جماعت ایستاده شویم، ده ها قضیه دیگری بر ما داده می شود. یعنی فکر بکنین که عباداتی که اسلامی را که تحلیل بکنین، هیچ عبادت به اندازه نماز مقدمات نداره. پس روزه آمد روزه بگی خلاص. اصلا نمیگه که وضو داری نداری، طهارت مکان، طهارت لباس، طهارت این چیزا داری نداری، یه چیز سوال نیست. در باب نماز چی میگه؟ میگه تو باید کاملا طهارت داشته باشی. مقدمهش که طهارت است یک عنوان عجیبی را برات میدهد. یک جا میفرماید که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء و صلاه. سبحان الله. اگر با امتم سخت تمام نمیشد، برش دستور میدادم که همیشه مسواک را بزن، هم در وقت وضو و هر وقتی که به نماز ایستاده میشه. پس زبان تا باید، دهن تا باید پاک بکنی با مسواک. بعد روی تا میشوی، دست تا میشوی، پای تا میشوی و به سر تا یک مسح میکنی. و رسول علیه السلام باز میگه که این وضو چی کاری میکنه برای اینکه که تو تا داخل نماز نشدی. هرگاه روی تا ششتی، گناهی که به چشم و به گوش و به دهن و این چیزا کسب کردی، الله برطرفش میکنه. وقتی که دستت تا ششتی، الله متعال گناهی که به دستت کسب کردی او را برطرف میکنه. وقتی که سر مسح کردی و افکار غلطی که در ذهنت گشته بود، الله او را برطرف میکنه. وقتی که پایت شستی و گناهی که به پایت کسب کردی، الله او را برطرف میکنه. بعد در اخیر چی می شود؟ اینه که وقتی که وضو را خلاص کردی و ایستاده شدی و این دعا را بگویی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، فتحت له 8 ابواب الجنه. 8 دروازه جنت برات خلاص میشه. سبحان الله. از هر کدامش که میخوای داخل شو. آلی در کجاست؟ در وضوخانه هستی، از او خلاص. بعد از هر قدمی که تو به مسجد بر میداری، 10 گناه میرزه 10 ثواب، 10 گناه میرزه 10 ثواب. میری داخل چی میشی؟ داخل مسجد. در او داخل مسجد یک تعبیر عجیب میداد که میگه اللهم افتح لی ابواب رحمتک اللهم صل علی محمد. اللهم افتح لی ابواب رحمتک تعبیر امیسته که وقتی که ما کدام مشکل را با کسی داشته باشیم و جرم در حقیقت رعایت قبول میکنیم، باز میریم در خانه و نفر در قلباب میکنیم، میگم صاحب نرسبان بگردم در خانهت آمدیم ما را ببخش. و هر قدر قتل باشه و صاحب خانه چی میگی؟ چون در خانه اومدی بخشیدم. درست. این عرف انسانی ماست. ولله المثل الاعلی. اگر انسان تا اینجا خب پاک شد، دیگه گناه دست و این چیزا نماند، باز اوجا میری میگه که خدایا با پشتکی های از گناه پیشت آمدی، با پشتکی های از خطا پیشت آمدی، یا الله دروازه های رحمتت را برای از این انسان گناهکار و از این انسان خاطی و از این انسان محروم باز بگرد و داخل خانه خدا میشی. حسب از این رب العالمین با ما چی میکنه؟ معامله میکنه. با ما تواضع چه رقم داخل میشیم؟ یک با ادب داخل میشیم، پای راست خود را داخل میکنیم، میگم اللهم افتح لی ابواب رحمتک اللهم صل علی محمد. بعد میبینیم که وقت داشته باشیم 2 رکعت تحیه مسجد ادا میکنیم، شکرانه ای از اینکه الله به ما توفیق وضو را داد، الله توفیق از آمدن در مسجد را برام داد. این را میخوانیم. بعد از او که از او خلاص شدیم نماز میخوانیم. نماز را که خلاص کردیم، عجیب نماز به الله شروع میشود، به الله ختم میشود. سبحان الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله و می ختم میشود. نماد از
از یک روحانیت عجیبی است که انسان در نماز میبینه. هیچ عبادتی اما روحانیت رو به انسان نمیداد مثل که نماز میداد. نماز وقتی که میخوانیم طبیعی است که چنان در خانه خدا جای میگیریم، غریبه میگه، بیچاره را میگه، پیسده میگه، هر کس که اول آمد در اون جای از اون کل ارزش های مدیر از بین میبره. تو را میگه که ببین پیش خدایت ایستاده هستی، اگر اولی وقت آمدی همیشه در جنت هم جایت وقت هست. هیچ کسی تو را در این خانه کنار زده نمیتونه و ادعای زیر کده نمیتونه که تو اهلش نیستی و تو صاحبش نیستی، بلکه جای تو اونجاست. نماز را وقتی که میخوانیم به الله اکبر شروع میکنیم و معانی بسیار بزرگی در رکوع، در قیام و در رکوع، در سجده و در قومه و در جلسه و در قعده داریم که اگر ما وقت از رو نداریم که وارد به اصطلاح ترجمه نماز شویم که خود نماز چه معانی را دارد. من میخوام یک اخیر که نماز خلاص میشه در این یک مکس کنم. وقتی که امام میگه السلام علیکم و رحمت الله، بعد از اون میگیم الله اکبر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، 3 بار. بعد میگیم اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. بله. میگیم الله تو بزرگ هستی و ما بسیار کوچک. تو بزرگ هستی یا الله، بس بخششت بزرگ است، عفوت بزرگ است، بخششت بزرگ است، عفوت بزرگ است. ایره میگیم. بعد میگه اللهم انت السلام، بار اله از هر عیب و نقص و تنها تو سالم است. ما بنده ها خو از خطا و از لغزش و از مشکل خب پر هستیم. ما آمدیم که در اینجا به نام نماز ایستاده شدیم، ولی ما فهمیم که چقدر با مشکل. بنابراین تو سالمی از هر عیب و نقص، ما سالم نیستیم، ما پر هستیم از هر عیب و نقص. اگر کدام جای سالم هم میمونه و منک السلام، سلامتی عمل هم از طرف تو است، توفیقش هم از طرف تو است. جایی که صحیح آمده او هم از طرف تو است. تبارکت یا الله، مرجع خیر تو است، مرجع خیر تنها و تو است. یا ذا الجلال و الاکرام، ذات با شکوه بلند مقام. ولی احساس فکر که در این معانی چی عجیب است. یک موج، یک روح عجیبی از عظمت انسان در اینجا می‌بینه و سکون عجیبی با گفتن از این من احساس میکنم که هر مؤمن انشاءالله احساس میکنه و یک اوج از روحانیت رو انسان با گفتن از این کلمات انسان احساس میکنه و میگه که یقینا که سبحان الله. وقتی که این نقطه را درک میکنیم، از این خاطر است که اگر ما وضو را خوب گرفتیم و دعای مسنونش گفتیم و با نیت و با معنویت هم تا آهسته به طرف مسجد آمدیم و زیبا آمدیم، رسول علیه السلام میفرماید که شما اما اهمیت نماز را از بین نبرین به دویدن تا طرف مسجد، حتی ولو این که از یک رکعتی مونده. گپی نیست. شما باید حیثیت یک مسلمان را حفظ بکنیم، نباید به مردم بگید که چی گپ است، کجا میرم. صحیح شد نه؟ تو باید با وقار و با سکینه به طرف مسجد بری. یعنی سکینه و وقار معنا چی؟ که تو خود زمزمه کو که خدایا گناههای مرا ببخش، خدایا در این قدمی که من میگذارم خب تو در گناه صغیره مرا عفو میکنی، یا الله کبیره مرا عفو کن. صحیح شد؟ این تو که خود این تمثیل کرده بریم بیایم. این وقتی میشه استاد که ما ندویم به طرف مسجد. سیاه پیامبر علیه السلام میگه چی گپ است که یک رکعت گذشت هر وقت یاد کنیم. اما یادش بگیریم. اگر ما نماز را با آدابش رعایتش بکنیم، یعنی وضو را خوب بگیریم، مسواک را استعمال بکنیم، عطر را استعمال بکنیم و چیز گنده را نخورده باشیم، از سیر و پیاز از چیزا دوری گرفته باشیم، با حرمت وارد مسجد شویم، شما باور بکنید این نماز در زندگی ما تغییر میاره. از این خاطر الله متعال میگه قد افلح
من تزکا، رستگار شد کسی که چی کرد؟ تزکیه کرد، پاکی را برای خود گرفت، هم در تعاملش و هم در چی؟ در بودن و تنهایی با خودش. و ذکر اسم ربه فصلی، نام پروردگارش را گرفت، پس چی کرد؟ نماز را ادا کرد. این انسان چی شد؟ این انسان رستگار شد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رستگار شدن مؤمنان. کدام مؤمن؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، آنانی که در نماز چی دارند؟ خشوع دارند. خشوع دارند. یعنی در اینجا برمایی را میگه که اما خشوع در حقیقت ورشکستگی و فروتنی و عاجزی است که اساسش همان هیبت و شکوه و جلال باشد. یعنی وقتی که در نماز استاد میشه این پهلو را زیاد در نظر بگی تا ورشکسته شوی. اما قامتت باید به الله بشکنه، به الله باید باشه. بنابراین قرآن کریم ایره بر ما میگوید که اگر ما نماز را به این شکل بخوانیم، این نماز چی میشود؟ وسیله تکفیر گناه های ما از یک وقت به وقت دیگری میشه. یک طرف وضوی تو شد، صحیح شد نه؟ در نماز بازی تکفیر می از یک وقت دیگری. قدم قدم نماز همه تکفیر گناه، همه تکفیر گناه. من میگم که تکفیر گناه فرق میکنه. درست. در وضو که از امو صغایر خورترک بود. شما باور بکنید در نماز که بخوانید این گناهای کلان هم الله برد میبخشه، در صورتی که تو منیبین الیه واتقوا، انابت داشته باشی و از او بترسی. و اقیم الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ولا تکونوا من المشرکین، جمله مشرکان نباشید. بنابراین نماز وقتی که با جماعت ادا شود زیبایی خودش را دارد. درست. یک زیباییشی میشه که یک خود نماز چی جایگاه داره. رسول علیه السلام میفرمایند کسی که نماز را با جماعت بخونه 1/25 رب العالمین برش پاداش میده. 1/25. در حدیث دیگر میگه کسی که نماز را با جماعت میگه 1/27 است. و جمع در این حدیثی است که اگر تو در مسجد نماز بخونی 1/27، اگر تو جماعت را در جای دیگری بکنی در 1/25. الله متعال در سوره مبارکه ابراهیم یک تعبیر دیگری که توأم با شفقت و مهربانی میگه قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، بگو برای بندگان من آنانی که یقیموا الصلاة نماز را برپا می‌دارند و ینفقون مما رزقناهم، و آنچه که ما برش روزی دادیم او را انفاق میکنه سرا و علانیه، آشکار و پوشیده، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، پیش از اینکه بیاید تو یک روزی که در خرید و فروش نیست. چی برش بگو؟ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. این را خود ذکر کرد. اصل موضوع چی است؟ بگو برای بندگان. چی برش بگو؟ برش این را بگو که ما شما را بخشیده. گپ همیست. این را برش بگو. دیگه گپت خلاص است. مستقیم میری. این را برش که نماز درست باشه. یا سبحان الله. طبیعی که نماز درست باشد. چون نماز درست فکر میکنم انسان را از همه گناه ها به دور میکنه. طبیعی که پیامبر ما علیه السلام برای ما شما چگونگی از این قضیه را نشان داده. اینی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری. نماز را به خاطر یادآوری ما باید، از این خاطر باید داری ریانه باشه، خلوص نیت باشه، آداب باشه. همه قضیه را میگه اقیمو، یعنی با کل امو شرایط و آداب و زیباییش باید نماز خوانده شد. از این خاطر است که بزرگای است در اسلام که اونا وقتی که نماز میخوانن بر نمازشان لباس نو میپوشیدن. میگفتن که ما با پروردگارم استاد میشم. اگر کسی قسم بخوره که ما با پروردگارم صحبت کردیم و نماز میخونه خانس نیست. پس وقتی به پروردگارم استاده میشم
با او صحبت میکنه. پس می لباس جولیده و هم گردوت استاد شد. مثل کسی که مثلا میخواد به دیدار رئیس جمهوری شخصیتی یک مقام بلند پایه بره، بهترین لباسش میپوشه، عطر میزنه، سر و بعض خودش رو درست میکنه، چون که پیش یک انسان میره، چه برسه به این که انسان در مقابل پروردگار متعال خالقش میخواد حاضر بشه. بله یقینا. جناب حضرت مولانا اگر اجازه بدید یک میان برنامه کوتاه بگیریم، شما هم نفسی تازه بکنید. میان برنامه کوتاه میبینیم، بعد دوباره برمیگردیم در خدمت شما عزیزان با برنامه نسیم رحمت. با ما همراه باشید. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز گرامی با برنامه نسیم رحمت در خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع برنامه ما امروز اهمیت نماز و جایگاه نماز در قرآن کریم است. همانطوری که جناب حضرت مولانا فرمودن، نماز یکی از ویژگی های آن این است که در بالای 7 آسمان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و الله سبحانه و تعالی فرض گردانید این عبادت بزرگ را برای مسلمانان. نماز در حقیقت گفتگو با پروردگار متعال است. نماز در حقیقت غذای روح است، غذای باقی روح که به انسان آرامش و سعادت و خوشبختی نصیب می کند. جناب مولانا، بحث شیرین نماز و جایگاه نماز در دین مبین اسلام بود و بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. استغفر الله العلی العظیم. استاد، ما در یک جامعه هستیم و یا به طینت انسانی خطا میکنیم، اشتباه میکنیم و یا در جای قرار میگیریم که باز از پیش ما اشتباه میشود، غافل میشیم. درست. نماز وسیله بیداری ماست، ما را از منکر منع میکند و قرآن کریم تذکر میده: اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. درست. ام از اقوال بد، ام از فکر بد، ام از اعمال بد، نماز وسیله است که انسان را دور میکنه، در صورتی که آدابش در نظر گرفته شود، به شکل صحیح ادا بشه، صحیح ادا شود، با جماعت ادا شود، با مو خوبی هایش ادا شود. خامخواه انسان را منع میکنه. درست. از این خاطر است که میگه کسی که لذت نماز رو نچشه، نگیره، یک بار سر خود فکر بکنه که در جمله منافقین نباشه. تو باید لذت نماز رو بچشی. چرا نمیچشی؟
از این خاطر چون بسیار مهم است، یکی از بزرگترین وظایف حکومت اسلامی است اقامه از الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة الأمور. همیشه نماز در مقدم است. عجیب است. الذين إن مكنا، آنان که ما بر جای دادیم که به عنوان مسلمان خادم مردم مسلمان باشد. کاری که برای مسلمان میکنه چیز؟ اقام الصلاة، نماز رو برپا میدارد. این کارش است. از این خاطر ما یک ملت عجیب هستیم، یک طرف ادعای ایمانی میکنیم، یک طرف کسی ما رو به نماز امر کنه حضور ما میده. زیش وای من هم مسلمان شو برادر کدام وظیفه است که خدا برش تعیین کرده. چرا قارت میه؟ باید این کارو بکن. این مکنام اقام الصلاة، نماز رو برپا میدارن. بعد نخواندن نماز و یا سستی در نماز، این دلیل نفاق است. دلیل نفاق. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. صفت منافق نیست، یاد الله را نمی کند، نماز نمی خواند، ولی وقتی که باز فائدهش برسه از کلش که اول بود صف هم هست، باز تسبیح کلام پیدا میکنه، یراؤون الناس کل کار میکنه. مسلمان که هست و به خاطر خدا نماز میکنه و کسالت در نماز نداره، تنبلی در نماز نداره، همیشه به نماز هم تو چست و چابک و با خوشیش میره. حالا وقتی که این نقطه را گرفتیم که منافق صفتش چی هست؟ سستی در نماز. یعنی اگر بفهمه که کسی او را غرض نمیگیره اصلا نمیخواند، ولی اگر بفهمه که حال خود گپ دیگه جا هست، باز از خودش که اول در چی هست، در برای فریب دادن مسلمان. ما در تجربه حیات خود این را یقینا دیدیم. درست. کسایی را دیدم که در مسجد می آمدن بر من که کسایی بیکاره تو بکن، کی کاره تو بکن. او سبحان الله. یک وقت که می دفعه اول این طالبا که سقوط کرد، عالی می‌بینیم که نه مسجد میاد، نه پشت مسجد، نه گپی هست، هیچ چیز نیست، هیچ چیز نیست. سبحان الله. بار دوم که تغییر آمد، باز می‌بینیم که باز نمی صفحه اول آمد. او خدا چی عجیب است. اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. عجیب است. یک نفر بود دیگه در آخر کوچه، یک کسی گفت چه به اصلاح ختم قرآن کریم داره، ولی ما های امام هستیم، مجبور هستیم دیگه این چی را باید بپذیریم رواجای مردم. خب کسی از دوستایش وفات کرد، این مردکه از جرمنی آمده بود. خب ماندنه و شکایتش کردیم، یک 10 روز میشه گفت ما آمدیم. گفتم خوب است. با شروع کرد گفت ما صاحب 20 دقیقه در موتر به جماعت میرم و جماعت ترک نمیکنم. 20 دقیقه همیشه در موتر. بعد من گفتم برادر کنم تو داخل کوچه خانه تا 2 دقیقه هم راه نیست. ما دم 10 روز خطا رو دمیجا ندیدیم. تا 10 روز تو رو ندیدیم. چی رقم تو در 20 دقیقه برده؟ 20 دقیقه در موتر می. یعنی صفت منافقانه نباید انسان داشته باشد. سست و تنبل باشد در رسول علیه السلام وقتی که جگرخون میشد، یک مانده میشد، باز میگه اریحنا یا بلال، یک بار خمارم تو نفس تازه بده. نفس تازه چی بود؟ استاده شدن به نماز، صحبت کردن با پروردگار. سبحان الله. از بسی که مهم بود این نماز، تمام مسلمانان در داخل خانهش در حقیقت بر خود یک مسجد داشتن. سبحان الله. جای تهجدشان کجا بود میفهمید. و رسول علیه السلام لا تجعلوا بیوتکم قبورا، خانهتان قبر جور نکنن که اونجا نماز نیست یا به قبر نماز نمیشه. نویروا بیوتکم بالصلاة، خانهتان را به نماز پرنور بکنید. پرنور یعنی با برکتش بکنید. جایی که نور باشه استاد در اونجا پایت سر چیز نمیخوره. جایی که نور بوده باشه در اونجا باز خوشحالی است، سرور است، همه چیز است. نویروا بیوتکم بالصلاة، بریم داخل مسجد شوید. از این خاطر است که رسول علیه السلام نماز فرض که میخواند
و از کار خود خلاص میکرد کجا میرفت؟ سنت ها کجا میخوند؟ خانه. خانهش میخوند. چرا؟ تا که خانه پر نور شود و برکت شود، تا اطفالی که در اونجا هستن اونا بفهمن که نماز یکی از ارکان تربیتی مسلمان است، تا زنا بفهمن که نماز مهم است، یک یادآوری اطفال هم بفهمن یا یادداشت و تذکر باشه. من نمیفهم که بعضی چیزها را که مردم را به طرف سنت تشویق بکنی ولی خود تاپا زیاده جای به جای جانت میزن. واقعی شده. او برادرگاه تو نیست. پیامبر نمازهای سنت را در خانهش میخواند، صحابه در خانه میخواند. پیامبر علیه السلام نمازها را در خانه میخواند. عجیب بود، واسه که یک خانه داشت، در اونجا خانه ایشان بود، در اونجا بیرو بارم بود. خب بازم میرفتن خانه هر کدام. ما 3 خانه و 4 خانه داریم، چرا در خانه نماز نمیخونی؟ خود خصوصی ما را نشان میده. یعنی از بس که بی‌رغبت هستیم در اون محیط، اگه واقعی شدن میدن نماز ترپ خانه میریم، اگه به طرف بشیم نماز فراموش میشه. پس صفت منافق چی هست؟ یخادعون الله، اینا کش میگن خدا را فریب بده و هو خادعهم. الله هم چی میگه؟ جزای فریبشان رو برش میده. چی میگه؟ قواره مردار و فکر مردارش الله به مسلمانان نشر میکنه، نمیدونی بودی خلاص. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى یراؤون الناس، وقتی که سخت ریاکار هستن. ولا یذکرون الله الا قلیلا، جز کم الله را یاد نمیکنه، فقط از ناقص را پایین بالا میکنه. به حد این نماز استاد مهم و زیباست که باید مسلمانایی را درک بکنن که ما در زندگی خود با مشکلات روبرو میشیم. گاهی مشکلات مادی می باشد، گاهی مشکلات معنوی می باشد، گاهی در خانه می باشد، گاهی در دفتر می باشد. مشاکل مختلف سر انسان می آید. این دنیاست. قرآن در ما چی میگه؟ واستعینوا بالصبر والصلاة. میخوای مشکل حل شد، واستعینوا بالصبر والصلاة. برای چی؟ برای حل مشکلی که تو با او روبرو هستی. واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. کسانی که این صفت در او است، او نمیخواد که باز مشکلات خود دیگه جای بره. یعنی ما باید به خاطر حل مشکلات ما یا آسان شدن مشکلات ما به نماز پناه ببریم. متاسفانه قضیه برعکس شده. مردم نماز خیلی سریع تند میخوانن به خاطری که به دنبال کار برن، در حالی که اگر متوجه بشن که کامیابی در اون کار بستگی به این نماز داره. بله، از این خاطر است قرآن کریم این تعبیری که شما عرض کردین یک عجیب عرض میکنم. و امر اهلک بالصلاة، در سوره طه میخوانیم و امر اهلک بالصلاة. ای پیامبر خانواده در به نماز دستور بده. واصطبر علیها، خود هم مواظب باش. لا نسألك رزقا، ما خواست روزی پرسان نمی کنه که حالی چی میگیم؟ والا صاحب نفقه عیالم چی هست؟ فرض است. نفقه عیال فرض است. قرآن میگه که لا نسألك رزقا، ما روزی دیگرها را از تو پرسان نمی کنیم. نحن نرزقک، دیگرها را خود بگذار که تو را ما رزق میدیم. والعاقبة للتقوى، سرانجام نیکو از انسانای متقی هستند که نماز را خودشان هم میخوانند و دیگران را هم دستور دادند. بنابراین از خاطر است که برکت در نماز است. واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. کسایی که خاشع هستند، از الله میترسند، باز هم دستور را به خودش همیشه متوجه میکنند و هم دستور را برای خانوادهش متوجه میکنند و کل چیز را، حل مشکلات را در کجا میدانند؟ در نماز میدانند. از خاطر پیامبر علیه السلام مروا اولادکم بالصلاة و هم عند 7 سنین، اولادتون رو به نماز امر بکن در وقتی که چی باشن؟ 7 ساله باشن. یعنی 5 سالگی شما نمازش یاد بده، 7 سالگی استادش کن، بچه بگید تو نهایت نماز بخوان. وضربوهم علیها و هم عند 10 سنین. 10 ساله شد بگه نماز نخوان، کتکش بزن، متوجهش بکن که تهدید فیزیکیش میکنم. این در صورتی که پدر و مادر خودش واقعا نمازخوان باشه. بله.
اگر خودش واقعا نمازخوان باشد، طفل شما میبینین نیاز که به زدن پدر نداره. و مادرش نماز میخواند، طفلک 1.5 ساله 1 ساله گپ هم یاد نداره، هیچ چیز هم یاد نداره، ترپ خدا بندازد این خوشت بیاید. و این به اندازه مهم است این قضیه طفل استاد که متاسفانه ما این را نادیده میگیریم. یک صحابی میفرماید یک روز دیدیم که پیغمبر علیه السلام همین سجدش دراز شد که ما ترسیدیم کدام واقعا صورت نگاه هستایی که سر خدا بلند کردم، دیدیم که این پشت پیغمبر علیه السلام یک تفلک از همه تو قلعه انداختم. پس سر خدا پایین کردم، پس پیغمبر سر بلند کردی دیگه خوی کارا نکرده بود. یکی دیگه گفت که یا رسول الله من دفعه نماز طولانی شد. طولانی شد، رقم سجده را قبلا نکرده بودی. گفت او تفلک سر پشتم خود انداخت، من را گذاشتم که تا آرام بگیرد. سبحان الله. و امروز در مساجد ما بعضی هستن که چوب به دست میگیرن اطفال از مسجد بیرون میکنن. سبحان الله. این متقاعدین است. در خانه و جایش کس نمیده. بس مسجد غم هستن، غم. درس میتقال مقال میکنن. یک جنجال هستن. الله هدایتشون نصیب کنه. یعنی میرانه کتی اطفال دشمنی کتی هر کس در خانه خو آمدی و برادر گالم سفید شدی، متقاعد شدی، از خدا بترسی که اخلاق تجور کن. یک جوان میاد نماز میخونه، چرا کلا سر نکنی؟ حال تو را چی؟ در جوانی تو والا گم بکنی خوندی او را اوجا توهین میکن. بی پاچت بلند است، بی پاچت پایین است. فلان اجاستاد شد، دستان اجاستاد شد، این میخواد از الله بترسن. مسجد خانه خدا هست، بگذاریم که مردم نماز بخونن. یکی از مفکرین میگه که اگر در اثنای نماز سر و صدای کودکانتان را از صحن مسجد نشنیدید، برای نسل آینده تان نگران باشید. سبحان الله. چون اینایی که امروز در صحن مسجد شاید سر و صدا میکنن کسایی هستن که فردا داخل مسجد میان نماز میخوان. همونطور است. از این خاطر است که احادیث واضح است. پیامبر علیه السلام در منبر صحبت میکنه، حضرت حسن میاد آغوش میگیره، سرانش میشن پایین میشه، از خطبه برش پایین میشه. ما که هستیم کتکش میزنیم. بسیار بد است، بسیار بد است. چقدر زیبا خود بود که ما انگشت خود را به دست طفل خود بتیم و آیسته آیسته به طرف مسجد بیاریمش و زیبا که ما نماز بخونیم. چی فرق میکنه یک چند دفعه دوید و بالا دوید پایین دوید غال مغال کرد؟ من خوش میشم این طفل که یگان دفعه میخواه اطفال هستن، یگان وید تو سعی میکنه تو سعی میکنه اعلام میکنه. میگم ماشاءالله چقدر مسجد زیبا کرده. از این خاطر قرآن تصریح میکنه و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوی. الله توفیق نصیب ما شما بکنه. رسول علیه السلام در آخری لحظات زندگی خود که از دنیا رحلت میکنه همین میگه الصلاة الصلاة، یعنی سفارشی که داد امیر داد نماز بخونه، نماز بخونه، نماز. زیرا چرا؟ اول ما یحاسب به العبد الصلاة. اول چیزی که در روز قیامت محاسبه میشی نماز. اگر داری کامیاب شدی دیگه چیزا رو الله تعالی برد زمین را مسا. اگر داری شکست خوردی در همه شکست خوردی دیگه چیزا پرسان نمیکن. اول قضیه نماز است. از این خاطر است که پیغمبر علیه السلام این تشریح میکنه که لا دین لمن لا صلاة له. اصلا دین نیست برای کسی که نماز برای او نیست. لا دین لمن لا صلاة له. فرق در بین ما و در بین کفر و من ترک الصلاة فمن اقامها فقد اقام الدین و من هدمها فقد هدم الدین. همین است اساس. فرق در بین شرک و در بین اسلام نماز است. حضرت عمر رضی الله عنه میگه لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة. لا حظ فی الاسلام. این جایی در اسلام نداره دیگه. یک گوشه‌اش هم خود بند کرده نمیتونی. وقتی که تو چی کنی نماز بخون. این مهم است. بسیار کسالت است در امروز که ما در بین مسلمانان میبینیم. بی نهایت کسالت. از این خاطر وقتی که استاد میبینیم ما قضای نماز قضا که میگیم این یا نماز خواب است. خواب بودیم یک وقت خیستیم که
کل جای افتاو گرفته. مریض باشیم نتونیم بخونیم. کسی دیگه سر ما ظلم بکن نگذاره که ما نماز بخونیم یا فراموش کرده باشیم. این جایی هست که ما میگیم که قضای بخون، ولی که هیچ گپی نباشه، آرام آرام وقت نماز برادرها کلگی میره قرایی کرده کنج خدا میگه، مثل که اصلا یه حکم برش متوجه نیست. ولی ایره که کافر نگوی غگیره میگوی، چی معنی هست که نمیخونی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. به این رقم انسان ها یعنی لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة، دیگه در هیچ کنجش خدا ویزان کرده نمیتونه دیدی وقتی که تو نماز نمیدرست. بناهن این قضیه را الله متعال برای ما شما توفیق عنایت بکنه که آمین. خب پس وقتی که کسی نماز را ما تو اعلام میکنه نمیخونه، ما برای از قضایی نداریم. یک تعداد نفر چی میکنیم؟ حالا سعی بسیار نماز قضا کردیم چی کنم والی؟ ما گفتم استغفار بگو لالا، تو نمیتونی نماز قضایی بیارده اثر کلمه بخون. صحیح شده. استغفار بگو خدا بر تو گناه را ببخشه، توبه بکو، برگرد به الله متعال. آخرین نقطه که عرض میکنم استادی است که نماز در حقیقت دعا است، درست. نیایش است و اصلاح قلبی را میخواهد. بیاین که آداب بیشتر رعایت بکنیم تا لذت نماز را بگیریم. هر قدر که آداب رعایت بکنیم به همون اندازه ما کیفیت نماز خوب میگیریم، خیلی خوب میگیریم. اگر قرآن خوب بخوانیم، اگر وضو را خوب داشته باشیم، عطر استعمال بکنیم، لباس پاک ما بوده باشد، همه چیز جور میشه. همه چیز جور میشه. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى قیلا. شب نماز بخوان، صبح زبانت خوب کار میکنه. شب نماز صحیح بخوان، صبح با دعوت بکن چه کار میکنه. سنگ بگی او میشه. از این خاطر میگه که اقامه نماز در شب تأثیرش در روز میبینی، تغییرش در روز میبینی. برکت مادی و معنوی را الله ناصب میکند، خوبی ها را الله نصیب میکند. خداوند متعال برای ما شما توفیق عنایت بکنه تا تکاسل در نماز نداشته باشیم، سستی در نماز نداشته باشیم. اگر نماز در یک خانواده رواج پیدا کرد، والدینش بفهمن و درک بکنن که بعد از مرگشان دستای اولادش در حقش بلند میشه. اولاد در حقش دعا میکن. اگر تکاسل سستی کرد، اولاد نماز نخوان، بفهم که این خیراتای جعلی خوبی از اون نمیشه. این اصلی است. بنابراین اصل قضیه که هست اللهم اغفر لی و لوالدی چه وقت آدم میخوان طبیعتا زبانت میاد یه وقتی که انسان نماز خوانده باشه. الله متعال از ما شما بپذیره و توفیق عبادت را الله نصیب ما بکنه. الله متعال به لطف کرمش خطا و گناه و که از ما سر زده و سر میزند به حرمت از این ماه مبارک برای ما شما عفو بکند. در کشور ما الله متعال امن و استقرار را بیارد و قوت و ایمانی را الله نصیب ما بکند. کینه ها و ایده از سینه ما الله دور بکند. نفاق و شقاق را الله از سینه ما شما بردارد. رب العالمین ما را آشنا بکند و بیدار بکند و روشنی بدهد به عیوب خود ما قبل از اینکه به عیوب دیگران ملتفت باشیم. السلام علیکم و رحمت الله. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم. تشکر میکنم از جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد که با این موضوع جالب و زیبا نماز در قرآن کریم با ما بودن و تشکر ویژه از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده این برنامه بودید. تا فردا که باز هم با نسیم رحمت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همه تان رو به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.